قوملور از کمک رسانان نظامی اقتصادی کوروش بودند در پیدایی امپراتوری هخامنشی. به این دلیل که تمام منطقه ایزه فعلی، منطقه بویراحمد فعلی، بختیاری فعلی، بالای مجسلیمان همگی مردم زاگرس نشینی بودند که قبل از این تحت سیطره دولت ایلام بودند و طوایف مختلف و تیرهای مختلف داشتن و قدرت نظامی بالایی رو برخوردار بودن. وقتی که کوروش حرکت کرد، اینها همگی در پیدایی بعد در درست شدن یا تأسیس گردانها و هنگهای لشکر و ارتش هخامنشی نقشی اساسی داشتند. در پایان دوره هخامنشی آریوبرزند سردار بزرگ این منطقه زاگرس نشین در مقابل تهاجم اسکندر می ایسته. در